امروز با یه مبحث کوتاه دیگه در خدمتتون هستم. آرامش رول خیلی مهمی رو تو زندگی ما بازی میکنه. بعضی از ما به اشتباه فکر میکنیم که رسیدن به آرامش مستلزم داشتن دارایی‌های بیشتره، یا اون آرزوم اگه بهش برسم اون وقت آرامش دارم، یا اون چیزی که خوشم میاد اگه بخرم اون وقت آرامش دارم. اینها روش‌های درستی نیست، به خاطر اینکه وقتی خواسته‌هاتون رو به دست آوردین دوباره طبیعتاً احتیاجات دیگه میاد سراغتون که اگر اونا رو به دست نیارید آرامشتون هم مختل میشه. رسیدن به آرامش خیلی آسونه. یکی از روش‌های رسیدن به آرامش اینه که با اون چیزی که دارید خوشحال باشید. هر چیزی که دارید، اون چیزی که در حال حاضر توی خونتون هست، اون چیزی که در حال حاضر میتونید بهش تکیه کنید و بگید من این هستم، من اینو دارم. سعی کنید با همونی که دارید خوشحال باشید. اون چیزی که دارید، هر چیزی که هستید، چاقید، لاغرید، موهاتون بلنده، کوتاه، فره، صافه، هر چی که هستین با همون احساس آرامش کنید، احساس خوشحالی کنید، به خودتون احترام بذارید، خودتون رو دوست داشته باشید و طبیعتاً برای رسیدن به خواسته های بعدی تلاش بکنید. یعنی اون چیزی که هستید در حال حاضر قبولش داشته باشین، نکات مثبتتون رو قوی بکنید، نکات منفیتون رو سعی کنید ازش بگذرید یا که روش کار بکنید و برای رسیدن به اهداف بالاتر تلاش بکنید. تلاش یادتون نره، ولی اون چیزی رو که امروز هستین رو بهش احترام بذارین، به خودتون احترام بذارید و سعی کنید از زیبایی ها و از زندگی لذت ببرید. یادتون نره زندگی خیلی خیلی زیباتر از این حرف هاست و همچنین خیلی کوتاهه. سعی کنید لحظات رو دریابید، به زیبایی ها فکر کنید و از زیبایی ها لذت